به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. جلد دوم فتنه گوساله. فکر میکنم در 1-2 هفته قبل من جلد اول فتنه گوساله رو برای شما خوندم. به صورت خلاصه من داستان جلد اول رو برای شما میخونم و تعریف میکنم و با هم دیگه جلد دوم رو ورق میزنیم. فتنه گوساله در جلد اول با این مضمون هستش که قوم بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام رو بسیار اذیت و آزار میکردند. حضرت موسی به فرمان خداوند از دیده ها پنهان شدند در 40 روز. وقتی که مردم دیدن حضرت موسی وجود نداره، رئیس قوم بنی اسرائیل شخصی بود به نام سامری. اومد و فتنه ای رو ایجاد کرد. گفت ما گوساله‌ای درست میکنیم و توی این گوساله توی شکمش آدمی رو قرار میدیم تا همه دستورات و قوانینی که ما دوست داریم بر مردم حکومت بشه و گفته بشه این از زبان خودش بگه و همه فکر میکنن که این گوساله از سمت خدا اومده به جای حضرت موسی و اینها گوساله رو میسازن و این احکام و دستورات خودشون رو به مردم حکمرانی میکنن و مجبور میکنن مردم رو که به حرفهای اینها گوش بدن. بعد 40 روز به فرمان خداوند حضرت موسی ظاهر میشن و آشکار میشن، ولی سامری با ایشون مقابله میکنه و این میگه موسی واقعی نیست و موسی واقعی همین گوساله‌ای هستش که از سمت خداوند اومده. به فرمان خداوند این گوساله و سامری از بین میرن و فتنه گوساله از بین میره. برای همین این فتنه هم به فتنه گوساله و هم به فتنه سامری معروف هستش. اما با من همراه باشید که جلد دوم رو با هم دیگه ورق بزنیم. زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداست که هر که را بخواهد شنوا می‌گرداند و تو کسانی را که در گورهایند نمی‌توانی شنوا سازی. تو جز هشدار دهنده بیش نیستی. ما تو را به حق به سمت بشارتگر و هشدار دهنده گسیل داشتیم و هیچ امتی نبوده مگر اینکه در آن هشدار دهنده گذشته است. و اگر تو را تکذیب کنند قطعاً کسانی که پیش از آنها بودند نیز به تکذیب پرداختند. پیامبرانشان دلایل آشکار و نوشته‌ها و کتاب روشن برای آنان آوردند. در بخش اول بیان کردم به اینکه این کتاب چشماندازی به زندگانی پیامبران و مرسلین و امت‌های گمراه شده تا حال و روز مسلمین کنونی و آینده منتظر ظهور امام مهدی باشد. همانا آن دعوت به اصلاح و بررسی مسیر، خصوصا آنانی که مدعی نمایندگی امام مهدی هستند و این دعوت برای آماده شدن و کمک و یاری رساندن به امام مهدی علیه السلام و دوری جستن از مقابله کردن با حضرت مهدی است. دشمنانی مانند طاغوت‌های زمان و افرادی نظیر سفیانی یا علماء سوء سامرین می باشد و در این مرحله سمت و سوی نرمی و رحمت را پیشه گیرم. حق تعالی می فرماید پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد. واقعیت امروزه اسلام خجالت‌آور و حال آن بسیار دردآور و دور از شأن امت است. پس باید اصلاحی باشد و باید این اصلاح به وسیله اشخاصی مؤمن صورت گیرد و به طور طبیعی در این راه شریف و مقدس در صفوف سالکین قربانیانی وجود خواهند داشت و آن همانند راه رفتن بر روی آتش گداخته می باشد. حضرت امام باقر فرمودند روزی صحابه دور پیامبر را احاطه کرده بودند که حضرت پیامبر فرمودند پروردگارا بار دیگر خواهان ملاقات برادرانم هستم. افرادی که نزدیک پیامبر بودند گفتند یا رسول الله مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمودند خیر، شما اصحاب من هستید
لکن برادران من قومی هستند در آخرالزمان ایمان آوردند در صورتی که مرا ندیدند. خداوند آنها را با اسامیشان و اسامی پدرانشان به من معرفی کرد قبل از اینکه از صلب پدرانشان و رحم مادرانشان متولد شوند. هر کدام در نگهداری دین خود بسیار شدید و حریص باشد، همانند گرفتن خار در دست در یک شب بسیار تاریک و یا گرفتن زغال گداخته می باشند. آنان مصابیح و دجا و چراغ‌های نورانی هستند که خداوند آنها را از هر فتنه بد و تاریک نجات می‌دهد. بسیار دشوار است که مقابل طاغوت و علماء سو و سامریان بایستید و با آنها با دست خالی بجنگید، در صورتی که حتی سنگی در دستان شما نیست که بتوانید از خودتان دفاع کنید و هیچ کس شما را یاری و کمک نمی کند و در مقابل آنها دارای انواع سلاح و تانک ها و موشک و همچنین رسانه های عظیم تبلیغاتی و نام های بسیار مشهور و مقدس جعلی که برای به دست آوردنشان اموال بسیاری هزینه شده است و همه این اموال از افرادی که آنها را می‌پرستند ساپورت می‌شود و برای آنها با طبل و شیپور می‌نوازند و آنها را رهبر و عالم و دانشمند می‌نامند. ولکن برای من و برادران مؤمنم اسوه و الگویی همانند موسی و هارون وجود دارد که با فرعون و هامان و قارون و سامری و بلعب ابن باورا که لعنت خدا بر او باد که با لباس عالم عابد زاهد ظاهر می شود جنگیدند. همچنین اسوه دیگری همانند حضرت عیسی وجود دارد که با قیصر و پیلاتس و لشکر روم و علمای گمراه بنی اسرائیل جنگید و همچنین اسوه و الگویی به نام حضرت محمد داریم هنگامی که با طاغوت‌ها و علماء سو درگیر شد و همچنین الگویی همچون آل محمد داریم که با طاغوت‌های بنی امیه و بنی عباس و علمای بیعمل و سوء و سامریان در افتادند. به خدا سوگند اگر این نبود که خداوند انکار منکر را بر مؤمنین واجب دانسته وگرنه من بر خیلی از حقایق که جگرم را آتش زده اطلاع یافتم، چه از جانب حکام فاسد و چه از علماء سوء فاسد. افسار را رها کرده و این وظیفه سنگین مبارزه با ظالمین را رها می کردم و این درگیری خونین را با هزاران هزار فرد مسلح با تمام تجهیزات و سلاح‌های مادی و نظامی و تبلیغاتی را انتخاب نمی کردم. چیزی در دست من نیست به جز این که بگویم انی مغلوب فانتصر، بارالها من مغلوبم تو مرا پیروز گردان. ای عزیزان، هنگامی که به وصیت امیرالمؤمنین بسیار با تدبر نگریستم یافتم که می‌فرماید به خدا سوگند از مرگ چیزی بر من وارد نشد که من از او کراهت کرده باشم و نه طالعی که آن را انکار کنم و مرگ در نزد من چیزی نبود مگر مانند تشنه لبی در شب که آب بر او وارد شود و جوینده‌ای که مقصود خود را یافت و در نزد خداوند متعال چیزی جز خیر برای ابرار نیست و همانا عاقل را دارای قلبی روشن و مطیع خداوند که مرگ را بیشتر از زندگی دوست دارد یافتم و آنچه نزد خداوند است به جز خیر برای ابرار و برگزیدگان نیست. خداوند متعال من حقیر و مسکین را که خاک پای اهل بیت هستم را از کسانی قرار داد که راه مستقیمی که آنها پیمودن را بپیمایند و هنگامی که به حال و روز پیامبران و اوصیا و جانشینان و بندگان مخلص خدا که در قرآن نیک نگریستم در راه و روش و مسلکشان تأمل نمودم آنان را افرادی که دارای غیرت و شهامت هستند یافتم که به هیچ وجه زیر بار طاغوت‌های زمان نرفتند و از آنها اطاعت نکردند بلکه آنها را اینگونه یافتم که کشته می‌شوند و قطعه قطعه می‌گردند و به صلیب کشیده می‌شوند و همه اینها با عزت و کرامت بوده بدون اینکه لحظه‌ای تسلیم طاغوت و یا سازش با آن باشد. حضرت ابراهیم را اینگونه یافتم که تبری در دست گرفته و بت‌ها را در هم می‌شکند و بدون اینکه واهمه‌ای به دل راه دهد که چه بلایی از طاغوت‌ها و علماء سو بر سرش خواهند آورد
و حتی او را در آتش خواهند افکند. و حضرت یحیی را یافتم که رو در روی هیرودوس فریاد میزد که تو فاجری، تا وقتی که سر مبارکش را از تن جدا کردند. و حسین را یافتم که به یزید لعنت الله میگفت تو کافر هستی، تا اینکه اصحاب و پسرعموهایش و برادرانش و فرزندانش به قتل رسیدند و با این حال تسلیم طاغوت نشد، تا اینکه او نیز کشته شد و سر مبارکش بر بالای نیزه رفت و اهل بیتش به اسارت. خداوند او را یاری کرد هنگامی که دین خدا را در زمین یاری کرد. و موسی بن جعفر علیه السلام را در مقابل طاغوت‌های گمراه بنی عباس، مهدی و هادی و رشید یافتم که در مقابل آنها ایستاد و به آنها میگفت شما کافرید. و او را از زندانی به زندانی دیگر و از سلولی به سلول دیگر منتقل کردند، ولی به هیچ وجه تسلیم آنها نشد، تا وقتی رشید لعنت الله او را در زندان به وسیله سم به قتل رساند. و حضرت موسی بن عمران را یافتم که با فرعون لعنت الله و نیروی مسلح به انواع سلاح‌های آن زمان درگیر می شود و تنها با یک عصا که خواست خداوند این بود که آن آیه ای از آیاتش شود. و همچنین حضرت امیرالمؤمنین را یافتم که شدت جراحت‌های وارد شده در احد او را از پا نینداخت، بلکه یقین و نیرویی در دین را افزون کرد و نیروی جسمانیش نیز افزوده گشت، تا با آن بزرگان و گردن کلفتان قریش را شکست دهد. و حبیب خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را یافتم بعد از آن جراحاتی که در احد دید و دندان مبارکش شکست در صف مشرکین، با جمع کردن اصحابش یورش میبرد، اصحابی که اکثرا مجروح بوده و به وسیله تکیه بر شمشیر و نیزه به پیکار میروند. و خداوند به حال آنان رحم کرد و رعب و وحشت را در دل مشرکان انداخت. و بعد از اینکه مشرکین تصمیم به از بین بردن پیامبر و اصحابش گرفته بودند، خداوند آنها را بدون جنگ یاری و پیروز کرد. سپس به حال امروز مسلمین نگریستم و طاغوت‌های مسلط شده بر این امت را یافتم. از دین به جز اسمی باقی نمانده و از قرآن تنها رسم آن مانده و ای کاش آن را به حال خود رها می‌کردند. پس به عمد به آن اهانت کرده و برای تقرب به شیطان آن را نجس کردند و بنا به گفته‌های ساحرین و کاهنان که لعنت خدا بر آنها باد عمل کردند و مسلمانان و عالمان همچنان ساکت ماندند و گویی که قرآن برای آنها چیزی را تداعی نمی‌کند. وای ویل بر شما که ساکتید. این کتابی است که خداوند فرمود لا یمسه الا المطهرون، به جز پاکان کسی آن را لمس نمی‌کند. این یکی از ثقلین است. چگونه حافظی بر این کتاب رسول الله بودی؟ چرا بر کسی که با خون خبیثش کتاب خدا را نجس کرد ساکت شدید؟ آیا از مرگ و کشته شدن می‌ترسید؟ پس بدانید که در این دنیا اندکی خوش می‌گذرانید ولا غیر. و یا شاید بگوید که تقیه کردیم، در صورتی که یحیی ابن زکریا به خاطر امری بسیار کمتر از این سر مبارکش را قطع کردند، آن هم به خاطر نهی از زنای به محارم. شما ای علمای اسلام، شمایی که ادعای جانشینی پیامبران را دارید، بعد از این همه خفت که با نجس کردن کتاب خدا صورت گرفت، چه چیزی برای شما باقی ماند؟ آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد فعلا دست از جنگ بردارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید، ولی همین که کارزار بر آنان مقرر شد، به ناگاه گروهی از آنان از مردم ترسیدند، مانند ترس از خدا یا ترسی سخت‌تر، و گفتند پروردگارا چرا بر ما کارزار مقرر داشتی؟ چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟ بگو برخورداری از این دنیا اندک و برای کسی که تقوا پیشه کرده آخرت بهتر است. و در آنجا به قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد رفت. هر کجا باشید شما را مرگ در میابد، هرچند در برج‌های استوار باشید، و اگر پیش آمد خوبی به آنان برسد میگویند این از جانب خداست، و چون صدمه‌ای به ایشان برسد میگویند این از طرف توست. بگو همه از جانب خداست. آخر این قوم را چه شده است که نمیخواهند سخنی را درست دریابند؟
عیسی می‌فرماید شما علمای سوء اجرت را می‌برید و عمل را ضایع می‌کنید. پس بدانید که روزی پروردگار طلب عمل خویش کند و بدانید که روزی شما از این دنیای پهناور به قبر تاریک و تنگ روانه خواهید شد. پس بدانید که حاملین کتاب کمتر شدند و حافظان آن را فراموش کردند و به آن کفر ورزیدند. پس به زودی خواهند فهمید. پس به تدریس منطق و فلسفه و نحو و یادگیری آن مشغول شدند به جای اینکه کتاب خدا را تدریس کنند و مشغول تقدیس منطق به جای تقدیس کتاب خدا شدند. خداوند در سوره فرقان می‌فرماید و پیامبر خدا گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند. فردا با کدام بهانه در مقابل پروردگار خود می‌ایستید که کتاب خدا را یاری نکردید؟ با تقیه؟ لابد اگر در کربلا می بودید حتما سر از لشکر عمر بن سعد لعنت الله در می آوردید و امام حسین را به قتل می رساندید و باز بهانه تقیه را پیش می کشیدید و یا حداقل به جانبی می استادید و پیکار نمی کردید و با این بهانه قبیح امام حسین را کمک نمی کردید. بله، قاتلین حسین ادعای شیعه‌گری می‌کردند و برای امام حسین کلی نامه نوشتند و گفتند که ما تو را یاری خواهیم کرد، ولی به محض اینکه دانستند نصرت حسین زندگی مادی آنها را به خطر می‌اندازد امام را کشتند و دشمن امام را یاری کردند. و از پستی و ترس و خباستی که بر نفوس آنها مستولی گشته بود فرزند فاطمه را تنها و مخذول و ناامید کردند. و امروزه اگر کتاب خدا را یاری نکردید این چنین خواهید شد و حتما فردا فرزند حسین یعنی حضرت امام مهدی را نیز ناامید خواهید کرد. به حق ایمان نمی آورید زیرا تلخ است و مسیر حق را طی نمی کنند زیرا از اندکی نفرات آن به وحشت می افتند و از باطل خبیث و پلیدی به دلیل کثرت افراد آنها را خوش خواهد آمد. و انگار این را نشنیدند که خداوند می‌فرماید بگو پلید و پاک یکسان نیستند هرچند کثرت پلیدها تو را به شگفت آورد. پس ای خردمندان از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. این است آیات کتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده. حق است ولی بیشتر مردم نمی‌گروند و ایمان نمی آورند. بله آن را شنیدند و درک کردند ولکن همانطوری هستند که حضرت امیرالمؤمنین می‌فرمایند دنیا در برابر دیدگانشان زیبا جلوه کرد و زینتش آنها را فریب و بر لاشه جمع شدند و خوردند و با خوردن آن مفتضح شدند و هر کس که چیزی در دیدگانش زیبا جلوه کرد پرده‌ای بر روی بصیرت خود کشیده می شود و آن را نابینا ساخت. مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد خدا نورشان را برد و در میان تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد. بله مثل آنان همانند منافقین صدر اسلام است که در کنار رسول الله شعله اسلام را افروختند و بعد از اسلام آوردن مردم به طرف دنیا متمایل گشته و منافق شدند و خداوند پوسته دینی که باطن سیاهشان را در آن پیچیده بودند را برداشت. الف لام میم. آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها میشوند و مورد آزمایش قرار نمیگیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفتند معلوم دارد و دروغگویان را نیز معلوم دارد. آیا کسانی که کارهای بد می‌کنند می‌پندارند که بر ما پیشی خواهند جست؟ چه بد داوری می‌کنند. کسی که به دیدار خدا امید دارد بداند که اجل او از سوی خدا آمدنی است و اوست شنوای دانا و هر که بکوشد تنها برای خود می‌کوشد زیرا خدا از جهانیان سخت بی‌نیاز است. انحراف از راه راست صراط مستقیم در امت اسلامی چه در عقاید و چه در احکام صورت گرفته. سنت الهی از پیش همین بوده و در سنت الهی هرگز تغییری نخواهید یافت. قطعاً از حالی به حالی برخواهید نشست. و قال رسول الله قسم به آنکه جان من در دستان اوست بر روش‌ها و
سنن اقوام قبل از شما وجب به وجب و قدم به قدم پا می‌گذارید تا از اشتباه و خطای آنها دور بمانید و اشتباهات بنی اسرائیل را تکرار نکنید. برداشتی که از روایات اهل بیت می شود این است که اولین کاری که حضرت مهدی علیه السلام در هنگام ظهور و قیام انجام می دهد تعدیل این انحراف و برگرداندن امت به صراط مستقیم راه راست و برگرداندن اسلام به همان شکل تازه متولد شده زمان پیامبر است. بعد از آنکه رهبران گمراه و سامریان آن را از مسیر اصلی خود منحرف کرده بودند. از ابی بصیر نقل است که گفت امام صادق فرمودند اسلام غریب شروع شد و همان گونه نیز غریب باز خواهد گشت. پس خوشا به سعادت غریبان. پس به حضرت امام عرض کردم لطفاً این امر را برایم شرح دهید. حضرت فرمودند شخصی از خاندان ما ادعا و دعوت جدیدی می‌آورد، همانطور که حضرت پیامبر و مردم را دعوت می‌کرد. امام صادق فرمودند حضرت قائم آن چیزی که رسول خدا ساخت دوباره می‌سازد و آن چیزی که در دوران جاهلیت ویران کرد ویران می‌سازد. دوباره اسلام از نو خواهد آمد. امام باقر فرمودند هنگامی که قائم قیام کند مردم را به امری جدید فرا می‌خواند، همانطور که رسول الله فراخواند و اسلام قریب آمد و قریب باز خواهد گشت و خوشا به سعادت غریبان. شاید کسانی اینچنین برداشت کنند که انحراف فقط در بین اهل سنت به دلیل دور شدن از اهل بیت پیامبر و 12 امام باشد که آنها را به انحراف در عقاید و یا در احکام کشانید. لکن احادیث وارده از اهل بیت نبوت علیه السلام انحراف را برای جمیع گروه‌ها اعلام می‌کند، به گونه‌ای که تا قیام امام مهدی به طول می‌انجامد و همینطور اختلافات در عقاید و احکام و روش‌های استنباط احکام شرعی بین علمای مسلمین شیعه و سنی و بین کل فرقه‌هایی که خود را به این دو منتسب می‌کنند. از ضروریات است که بدانیم اختلاف موجود بین علمای مسلمین ولو به شکل مختصر بیان کنیم تا در هنگام ظهور امام مهدی شکار ساده‌ای برای یکی از ائمه گمراهی سامری نشویم و به سبب جهل ما نسبت به حقایق جزء دشمنان امام مهدی نشویم و گمان داریم که خود را بر صراط مستقیم و در جانب حق می‌دانیم و کار صواب را در پیش گرفته‌ایم و بدین سبب سعی خواهیم کرد که بعضی از این امور را به شکل مختصر و شاید در بعضی امور به صورت مفصل بیان کنم و من الله توفیق. روایات زیادی از اهل بیت دال بر تحریف قرآن وجود دارد، همانطور که از صحابه پیامبر از طریق اهل سنت در کتاب‌های آنها دال بر وقوع تحریف میباشد و مقصود از تحریف آن است که قرآنی که همکنون در دستان ماست کامل نمی باشد و بعضی از کلمات آن تغییر و یا به عمد تبدیل شدند. بعضی از علمای مسلمین وقوع تحریف را تایید و بعضی دیگر آن را رد کردند و افرادی که به عدم تحریف اعتقاد دارند به چند مورد زیر استثنا می کنند. از جمله آیه حفظ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سوره حج آیه 9. بی تردید ما این قرآن را نازل کرده ایم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود. این آیه ممکن است به حفظ قرآن از تحریف تفسیر شود و قرآن از کم و زیاد شدن و تغییر نزد امت محفوظ و سالم بماند و همچنین دستان پلید اهل باطل و گمراه بدان نرسد. 2. حق تعالی فرمود از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید. وحی نامه‌ای است از حکیمی ستوده و این آیه ممکن است این چنین تفسیر شود که قرآن محفوظ از تمام توطئه‌های اهل باطل بین آن است. این باطل ممکن است با تبدیل بعضی کلمات و با زیاد کردن کلمات و یا با کاستن و اضافه کردن بعضی از سوره‌ها و آیات صورت پذیرد. 3. روایاتی که بر تحریف دلالت می‌کند ممکن است بعضی از آنها دال بر تحریف معنوی باشند، یعنی تحریف در تعویل و نه تحریف بر تنزیل، و این امری است که همه مسلمین بدان اقرار می‌کنند. 4. بعضی از روایاتی که بر تحریف دلالت دارند دارای سند ضعیفی هستند. خب بیشتر از این برای شما نمیخونم چون این کتاب خیلی طولانی هستش
و امیدوارم بتونید برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. این کتاب هم جزو کتاب‌های ممنوعه هستش. امیدوارم با سرچ کردن بتونید اصلش رو پیدا کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وقت بعدی خدا نگهدارتون.